درود بر شما دوستان عزیز، به کانال از تاریخ بگو خوش اومدید. ممنون میشم که با لایک کردن و کامنت گذاشتن من رو در ارتقای کانال کمک کنید و اگر دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا بتونید از ویدیوهای جدید مطلع بشید. ایران یکی از نخستین کشورهایی است که به ضرب مسکوک اقدام کرده است. سکه طلای دریک که داریوش کویر ضرب کرده بود در دنیای قدیم به عنوان واحد پول معمول و رایج بود و جالب توجه این است که این سکه قدیمی از حیث وزن با لیره طلای انگلیسی مساوی و سکه نقره داریوش نیز با سکه یشیلینگی انگلیسی هم وزن بوده است. ما در توحید اوزان و مقادیر که امر بازرگانی را در داخل کشور پهناور ایران و خارج آن آسان میساخت پیش قدم بوده ایم و همچنین یک روش منظم و متحدالشکل حسابداری را معمول کرده ایم که سایر کشورها به تدریج از ما اقتباس نمودند. نخستین کشوری که امکان اداره امپراتوری پهناوری را به ثبوت رساند کشور ایران بود. بسیار از خوانندگان این کتاب تاریخ امپراتوری روم را خواندند، ولی قرنها قبل از آغاز امپراتوری روم کشور پهناور شاهنشاهی ایران در اوج عظمت خود بود و در طرز وصول مالیات و اقدامات عامل منفعه و سازمانهای نظامی و سایر دستگاه‌هایی که امروزه اساس تشکیلات کشورهای بزرگ است، طریقه صحیح و منظمی را دنبال می‌کرد. کشور من مهد مذهبی بزرگ یعنی دین زرتشت و محل پرورش و قوام مذاهب دیگر از جمله مذهب شیعه که یکی از فروع بزرگ دین اسلام است و من خود از معتقدین راسخ و استوار آن هستم و در این کتاب کراراً در باب آن بحث خواهم کرد بوده است. آیین زرتشتی را در قرن ششم پیش از میلاد زرتشت در ایران به وجود آورد. طبق عقیده ویلیام جاکسون، یکی از استادان معتبر علم تطبیق ادیان گذشته از دین یهود و مسیحیت در جهان قدیم، غیر ممکن است بتوان کیشی جز آیین زرتشت یافت که اینقدر راست و تا آن درجه شریف و با بزرگواری و تا آن حد در مسئله معاد جسمانی و بقای روح و آمدن منجی بشر و پاداش نیکوکاری و جزای بدی ارواح فناناپذیر، چنان که در کتاب مقدس وی اوستا مستور است، تسلی بخش فکر انسانی باشد. دیگر از عقایدی که در ایران رواج یافته کیش مانوی است که مانی در قرن سوم میلادی تعلیم داده است. مانی می‌خواست از همه عقاید مذهبی که پیش از وی رواج داشت حقایق کلی و عمومی را به دست آورد و در نتیجه دینی مخصوص به وجود آورد که بر اصل عقاید زرتشت و بودا و مسیح بنیانگذاری شده بود و احتمالاً اولین کسی است که در قانون ادیان به تلفیق حقایق موجود در مذاهب مختلف پرداخته است. گذشته از فهمی که روحانیون ایران در اشاعه حقایق دینی داشتند، ایرانیان در ادبیات عرفانی و مخصوصاً در آنچه به تصوف تعبیر می شود و در دوران پس از اسلام به اوج کمال خود رسید مشهور بودند. آثار متصوفه توجه خاورشناسان مشهور مغرب زمین را به خود جلب کرده و روح صفا و محبت را که در آثار آنها نسبت به تمام مردم جهان در جلوه‌گری است و در امثال و حکایات به زیباترین زبان ادبی بیان شده است ستایش کردند. البته ما در جهان از نظر شعر و ادب و مخصوصاً آثار شاعرای مشهور مانند فردوسی، حافظ و سعدی و مولوی و خیام و دیگر استادان بزرگ شهره ایم. یکی از فضلای دانشگاه کمبریج میگوید ثروتی که از حیث حجم آثار ادبی در زبان فارسی موجود است در هیچ زبان دیگری نیست و سایر طلاب مغرب زمین نیست که آثار ادبی ایران را به زبان فارسی خوانده‌اند عقیده وی را تصدیق می‌کنند. در اینجا شاید بی‌مناسبت نباشد که نظری اجمالی به تاریخ طولانی کشور من انداخته شود. در عصر حجر مردم در کناره جنوبی بحر خزر و آن قسمتی که ایران کنونی را تشکیل می‌دهد زندگانی می‌کردند. در نزدیکی تهران که پایتخت کشور من است، آثار خرابه‌هایی پدیدار است که باستانشناسان آنها را متعلق به 2000 سال قبل از میلاد می‌دانند. در حوالی کاشان که یکی از شهرهای مرکزی ایران است، آثار قریه‌ای به نام سیلک دیده می شود که متخصصین باستانشناسی آن را مربوط به 5000 سال قبل از میلاد می دانند. معلوم است که در آن عصر بسیار کهن ساکنین ایران از وضع بدویت و صحرانشینی و حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر برای شکار حیوانات و تحصیل قوت و غذا به در آمده و در قرار سکونت اختیار نموده و به امر کشاورزی و پرورش اغنام و مواشی پرداختند. در سال 1337 باستانشناسان ایرانی و آمریکایی در نزدیکی‌های قریه حسنلو که قریه‌ای در آذربایجان یعنی استان شمال غربی ایران است،
جام طلای بسیار شکیل و خوشنقش و نگاری را پیدا کردند که گفته می شود یکی از بزرگترین کشفیاتی است که از نظر باستانشناسی تاکنون به عمل آمده است. این جام و قلعه کهنه‌ای که جام در خرابه‌های آن پیدا شده، راز وجود ملتی را آشکار می کند که تاکنون کسی از تاریخ آنها آگاهی نداشته. در قرن نهم قبل از میلاد در نتیجه حمله اقوام مجاور از میان رفته و مضمحل شدند. به نظر من این واقعه به ما می‌فهماند که هنوز درباره دوره‌های اولیه تمدن ایران اطلاعات بسیار ناقص است. احتمالاً در حدود 1500 سال پیش از میلاد، قوم آریا که ملتی جدید بودند به سایر اسلاف ما که در فلات ایران مسکن داشتند ملحق شدند. هرچند این مطلب به طور قطع ثابت نشده، ولی ممکن است که این مردم از ناحیه جنوب روسیه مرکزی به ایران آمده باشند. آریایی هایی که به ایران آمدند به دو گروه مهم یعنی مادها و پارسها که در تورات ذکری از هر دو گروه می رود منشعب شدند. قسمت عمده مادها در شمال غربی ایران کنونی سکونت اختیار کردند، ولی پارسها در قسمت جنوبی تر متوطن گشتند. از این دو گروه آریایی تمدن مادها در بادی امر بیشتر از پارسها بود و دارای اسب و مواشی و گله های گوسفند و بز و گردونه های چرخدار و عرابه نظامی و سگ پاسبان بودند و خواندن و نوشتن می‌دانستند. در قرن ششم قبل از میلاد و تقریباً 150 سال پیش از بنیان شهر روم، مادها امپراتوری پهناوری را تشکیل داده و پارسها و دیگر قبایل و اقوام را به تبعیت خود درآورده بودند و پایتختی زیبا به نام هکمتانه در شمال غربی ایران نزدیک شهر همدان کنونی ساختند که در نقشه‌ای که در این کتاب است دیده می شود. پارسها هرچند از اتباع مادها به شمار می آمدند، ولی برای خود پادشاه داشتند که یکی از آنها سیروس اول یا کوروش سلسله هخامنشی را به نام قبیله‌ای که خود یکی از افراد آن بود تأسیس نمود. کوروش کبیر که از سال 529 تا 559 قبل از میلاد مسیح سلطنت کرد، یکی از مردان پرکار و زبردست تاریخ گیتی است. وی پایتخت مادها را مسخر کرد و دولت آنها را برانداخت. آنگاه تمام نواحی ایران کنونی را تحت اطاعت دولت واحدی درآورده، یکی از نخستین و شاید چنانچه بعضی‌ها عقیده دارند نخستین کشورهای مستقل جهان را تأسیس نمود. پس از آنکه بر ایران تسلط کامل یافت، عزم خویش را به ایجاد یک امپراتوری وسیع جزم نمود و چنانچه تاریخ شهادت می‌دهد در دوران سلطنت او و پسرش کمبوجیه کشور شاهنشاهی ایران بزرگترین امپراتوری جهان گردید و تا آن تاریخ چشم جهانیان چنین امپراتوری پهناوری ندیده بود. چنانچه دکتر کن در کتاب خود موسوم به کاروان می نویسد، امپراتوری هخامنشی قدیمی ترین امپراتوری حقیقی گیتی است، زیرا در این امپراتوری دولت‌هایی بودند که همه تحت اطاعت یک شاهنشاه کشورهای مختلف را اداره می‌کردند. هرچند در دوره مفرق سلطنت‌های دیگری در کشور مصر و سومر و بابل و چین و غیر آنها وجود داشت، ولی این کشورها فاقد آن تشکیلات فنی بودند که ایرانیان برای تسریع در امر مواصلات و ارتباطات به وجود آورده بودند و وجود یک چنین سازمان منظمی برای اداره قلمرو پهناوری از لوازم بود. در کشور چین سازمانی نظیر آنچه ایرانیان داشتند 300 سال پس از آغاز دوره هخامنشی به وجود آمد. اساس شاهنشاهی ایران که به دست کوروش کبیر پیریزی گردید تنها بر پایه جهانگشایی نهاده نشده بود، بلکه بر عدالت بین المللی و مدارای آن مستقر بود. حقوق تمام ملل تابعه محفوظ و قوانین و آداب و رسوم آنها مورد احترام بود. در حقیقت کیفیت نخستین امپراتوری ما تقریبا مانند سازمان ملل متحد بود که امروز پس از 2500 سال مجددا در جهان به وجود آمده است. در میان پادشاهان بزرگ که جانشین کمبوجیه شدند، داریوش اول و خشایارشا را باید نام برد که هر دو در اداره کشور پهناور ایران دارای آن نبوغ و لیاقت و روشنفکری بودند که جهان متمدن آن را ویژه مردم سرزمین ما می‌داند. در 500 سال قبل از میلاد یعنی در اوج عظمت شاهنشاهی ایران حدود کشور باستانی ما می‌داند. در 500 سال قبل از میلاد یعنی در اوج عظمت شاهنشاهی ایران حدود کشور باستانی ما شامل قسمت بزرگی از خاورمیانه امروزه جز شبه جزیره عربستان و نواحی وسیع دیگری بوده است. حد شرقی آن به رودخانه سند در هندوستان و حد شمالی آن به جنوب روسیه می‌رسد و در غرب شامل قسمت‌های ساحلی دریای مدیترانه یعنی قسمت اعظم یونان امروزه و تمام ترکیه و قبرس و مصر بوده است. حدود کشور شاهنشاهی ایران مانند امپراتوری روم که در 115 سال قبل از میلاد به اوج عظمت رسید در طول زمان متغیر کرد، ولی تقریباً در طی 2 قرن متوالی شامل قسمت اعظم دنیای متمدن آن زمان بود.
مفهوم و معنای شاهنشاهی واقعی را میتوان از عبارات مندرج در روی سنگ آرامگاه داریوش اول که از مردان مشهور تاریخ است و از 458 تا 521 قبل از میلاد شاهنشاهی کرد درک نمود که نوشته شده است: من داریوش پادشاه بزرگ ایران و شاهنشاه ملل گوناگون میباشم و مدت هاست بر این دنیای بزرگ عظیم که به نقاط دوردست میرسد سلطنت میکنم. در سال 331 قبل از میلاد اسکندر مقدونی کشور ایران را مسخر کرد، ولی 8 سال بعد که مرگ وی در رسید یونانی ها نتوانستند شیرازه حکومت نوین خود را حفظ نمایند. سلوکوس از سرداران اسکندر موفق شد در یکی از قسمت‌های کشور شاهنشاهی دستگاه سلطنتی برای خود ایجاد کند که ایران نیز جزو آن بود و مدت 1 قرن دوام داشت. هرچند این حکومت از یک نظر به منزله اشغال ایران به دست یونانی ها تلقی می شد، ولی در واقع اینطور نبود، زیرا این مهاجمان یونانی آداب و رسوم سنن ایرانی را پذیرفته و با زنان ایرانی ازدواج کردند و در اداره کشور خود به ایرانیان توسل می جستند و عاقبت تمدن و فرهنگ ایرانیان آنها را در خویش مستهلک ساخت. در حدود سال 248 قبل از میلاد پارت‌ها که از قبایل متعدد آریایی شمالی شرقی ایران بودند دستگاه سلطنت جانشینان سلوکوس را برانداخته و بیش از 4 قرن بر ایران حکومت نمودند. در این نوبت نیز تمدن عالی ایرانی در آنها نفوذ کاملی یافت، چنان که آداب و رسوم ایرانی را اختیار کرده و خدایان ایرانی را پرستیده و سنن دوران هخامنشی را معمول ساختند. دوره پارت‌ها عصر احیای روح ناسیونالیسم در ایران بود. جنگ‌های بین ایران و روم در این دوره به طور متناوب تقریباً 3 قرن به طول انجامید. رومی‌ها سعی داشتند که امپراتوری خود را به سمت مشرق توسعه دهند، ولی پارت‌ها در مقابل آنها مقاومت می‌کردند و مدت‌ها به علت تربیت سواران سنگین اسلحه که در حقیقت سرمشق شواریه‌های اروپای قرون وسطی بودند بر سپاهیان رومی کاملاً برتری فنی داشتند. عاقبت رومی‌ها ناچار شدند از ابداعات پارت‌ها تقلید کنند. البته این اولین باری نبوده است که رومی‌ها از فنون نظامی ایران تقلید کردند، زیرا خشایارشا در جنگ‌های خود با یونانی‌ها پلی را که بر روی قایق کشیده می‌شود به کار برد و پس از 4 قرن این اختراع مورد استفاده قیصر و هانیبال قرار گرفت. به طور کلی سرحد بین دو امپراتوری ایران و روم همان رودخانه فرات بود که از کشورهای سوریه و عراق امروزه می‌گذشت. ایرانی‌ها تنها ملتی بودند که توانستند مدت نامحدودی در مقابل نیروی روم مقاومت نمایند و در نتیجه رومی‌ها با وجود جنگ‌های پی در پی به تسخیر کشور توفیق نیافتند. در حدود سال 224 بعد از میلاد یکی از رهبران ایرانی به نام اردشیر که پادشاه ایالات جنوبی ایران یعنی فارس و تابع پارس‌ها بود بر علیه آنها برخاست و سلسله جدیدی تأسیس کرد و پس از 3 نبرد بزرگ با پارس‌ها در پایان در سال 226 بعد از میلاد در اثر سومین نبرد اردوان پادشاه پارت را در جنگ تن به تن کشت و سلسله جدیدی را که همان سلسله ساسانیان است تأسیس نمود. سلسله ساسانی بیش از 400 سال یعنی 2 برابر دوره تاریخ کشورهای متحده آمریکا از زمان پیاده شدن مسیحیان به دنیای جدید تا امروز یعنی از زمان سلطنت الیزابت ملکه انگلستان تا کنون دوام داشت. در عصر ساسانیان افتخارات زمان هخامنشی تجدید گردید و هنر و تمدن ایران بار دیگر به اوج عظمت خود رسید و اختراعات و پیشرفت‌هایی که شهرت خاصی به ما داده است از یادگارهای این دوره است. همچنین مذهب زرتشتی که مذهب عمیق و با روح دوران هخامنشی بود دوباره رونق گرفت و دین رسمی کشور ایران گردید. ساسانیان ابنیه مستحکم با دوام می ساختند و هنوز در نقاط مختلف ایران آثاری از کاخهای مجلل و معابد و قلعه های آنها دیده می شود. خسرو انوشیروان متولد 531 تا 579 پس از میلاد که یکی از بزرگترین پادشاهان ساسانی بود، راهها، پلها و کاروانسراهای مستحکمی که قافله‌ها شب را در آن می‌گذراندند در سراسر کشور ایران و آن سوی ایران بنا نمود. کشاورزی را به وسیله سدبندی‌های عظیم و طرز نگهداری آب در جوی‌های زیرزمینی که به قنات معروف است و آب کوهستان‌ها را به اراضی زراعتی می‌رساند توسعه داد. ساسانیان اغلب ارتش روم را شکست می‌دادند و شاپور اول والریان امپراتور روم را در جنگ اسیر و زندانی ساخت، ولی روی هم رفته مرز بین دو امپراتوری ایران و روم از همان حدود زمان پارت‌ها تجاوز نمی‌کرد و از طرف دیگر انوشیروان حدوداً قلمرو خود را از شمال به داخل روسیه و از مشرق به داخل افغانستان فعلی توسعه داد.
وی به عربستان حمله کرد و ارتش عرب را شکست داد و تا یمن کنونی که در انتهای شبه جزیره عربستان قرار گرفته پیشرفت نمود. پس از آنکه رومیان در قرن 4 میلادی دین مسیحیت را پذیرفتند، جنگ بین ایران و امپراتوری روم شرقی جنبه مذهبی پیدا کرد و خطه ارمنستان مابه‌النزاع دو امپراتوری قرار گرفت. در خلال این احوال قبایل ترک که روز به روز نیرومندتر می‌شدند، گاهی با ایران و زمانی با روم اتحاد می‌کردند و سرانجام نیروی هر سه فرسوده گردید و از کار افتاد و در سازمان کشوری ایران و دستگاه روحانی زرتشتی ضعف و فساد رخنه یافت تا روزی که اعراب که دین اسلام را پذیرفته بودند به ایران حمله کردند و در سال 641 بعد از میلاد نیروی شاهنشاهی ایران را شکست دادند. عرب‌ها مانند سایر مهاجمین پیشتر از آنها دریافتند که روح ایرانی تزلزل ناپذیر و غیر قابل شکست است، چنانکه با وجود آنکه مذهب زرتشتی از بین رفت و فقط عده قلیلی از پیروان آن دین باقی ماندند، تمدن و فرهنگ ایرانی پیروز بود و چون همانطور که دانشمندان عرب مانند ابن خلدون و مسعودی از آن دارند تمدن ایران بر تمدن عرب برتر بود، شگفتی نداشت که مأمورین کشوری و دانشمندان و صنعتگران ایران مصادر امور مهم کشوری بشوند. در امور عقیدتی نیز ایرانیان کاملا تسلیم عرب نشدند و از نظر احساسات ملی کم کم در مقابل مذهب تسنن عرب مهاجم به مذهب تشیع گرویدند. شیعه ها سه خلیفه اول را که به عقیده سنی ها جانشین روحانی حضرت محمد علیه السلام بودند قبول نداشتند، بلکه معتقد بوده و هستند که جانشین پیغمبر اسلام داماد او حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام است که فرزند او که امام سوم شیعیان است با دختر پادشاه ایران که در حمله عرب مغلوب و در آن گیرودار به قتل رسیده بود ازدواج نمود. به طور کلی امروزه اکثریت بزرگ ملت من شیعی مذهبند، ولی ما سعی می‌کنیم که اختلاف فرق اسلامی را مورد اهمیت قرار ندهیم و برعکس خود را عضو جامعه مذهبی اسلام که بیش از 400 میلیون نفر پیرو دارد و بزرگترین خانواده مذهبی دنیا بعد از مذهب مسیحی به شمار می‌رود بدانیم. در طی 600 سال، یعنی از 651 تا 1258 بعد از میلاد، عرب‌ها اسماً بر ایران حکومت می‌کردند، ولی ایرانی‌ها به تدریج بر علیه آنها برخاستند و در نقاط مختلف ایران حکمرانانی پیدا شدند که ظاهراً تابع خلفای عرب بودند، ولی روز به روز بر استقلال آنها می‌افزود. چنانکه در حقیقت دوره حکمرانی عرب بر ایران از 200 سال تجاوز ننمود. در این مدت سلسله سلاطینی در ایران پیدا شدند که برخی از آنها قدرت و شهرت یافتند، مانند سلسله غزنوی که حدود سلطه آنها تا قسمت بزرگی از هندوستان توسعه داشت. برخی از پادشاهانی که در طی این 6 قرن در ایران به سلطنت رسیدند از مشوقین و حامیان ادبیات پارسی بودند و در توسعه و تجدید حیات زبان و ادب پارسی به تشویق و حمایت آنها صورت پذیر گردید. فردوسی شاعر مشهور ایران از ستارگان درخشان این دوره است. در قرن 11 و 12 میلادی در دوره سلطنت سلسله سلجوقی که از مردم آسیای مرکزی بودند، بار دیگر ایران به شکل کشور واحدی درآمد. سلجوقی‌ها سوریه و مصر را تصرف نمودند و عظمت شاهنشاهی ایران را تقریباً به پایه دوران باستان رسانیدند. سلاجقه از مشوقین بزرگ هنر و دانش بودند و در دوره آنها علوم و فنون در ایران رواج و رونق داشت. شاعر و ریاضیدان و منجم معروف حکیم عمر خیام از جمله دانشمندان بیشمار آن عصر است که از حمایت و تشویق پادشاهان سلجوقی برخوردار بوده است. در اواخر این دوره مغول‌ها به ایران حمله کرد. گاهی تعجب می‌کنم چرا مردم اصرار دارند که چنگیزخان رئیس مغول را که در حدود 1220 بعد از میلاد ایران را تسخیر نمود به صورت شخصیت افسانه‌ای درآورند، در صورتی که ما هرگز نمی‌توانیم شقاوت‌ها و غارت و قتل عام‌های بیرحمانه او و سپاهیان وی را فراموش کنیم، زیرا آنها تمام شهرهای مترقی ما را نابود ساخته و بدون احساس هیچگونه پشیمانی صدها هزار نفر از مردان و زنان و کودکان بیگناه ما را قتل عام کردند. پس از آن هجوم تیمور لنگ پیش آمد که از ترکان آسیای مرکزی و اصلا از نژاد مغول بود و با اینکه از اشخاص افسانه‌ای تاریخی به حساب آمده در جنایت از چنگیز پای کم نداشت. مدت حکومت تیمور و جانشینان او در ایران تا تاریخ کشف آمریکا به وسیله کریستوف کلمب ادامه داشت. در اثر کشتار بیرحمانه این قبایل جمعیت کشور ما میلیون‌ها نفر تقلیل یافت، ولی تمدن ما به طور معجزه‌آسایی دوام پیدا کرد و علم و هنر پیشرفت نمود.
چنان که رصدخانه‌هایی در ایران بنا شد، علوم ریاضی توسعه یافت، شاعرای بزرگی مانند سعدی و حافظ آثار ادبی جاودان خود را به وجود آوردند و یک بار دیگر تمدن ما بر نیروی مهاجم فائق آمد و آنها را متمدن ساخت. تا آنجا که از پشیمانی کردار قبلی خود حامی دانشمندان شدند و ساختمان‌های مجللی بنا نمودند که آثار آنها هنوز باقی است. زبان و ادبیات ما در هندوستان نیز نفوذ کرد و مدت 500 سال زبان فارسی زبان ادبی آن دیار به شمار آمد و مردم به خواندن شاهکارهای ادبی ما رغبت فراوان پیدا کردند. پادشاهان مغول هندوستان زبان فارسی را زبان رسمی درباری و اداری نمودند و تا زمان تسلط انگلیسی‌ها این وضع برقرار بود. زبان اردو نیز که امروز میلیون‌ها نفر در شبه قاره هندوستان به آن تکلم می‌کنند، با زبان فارسی ارتباط نزدیک دارد و از آن مایه و توشه فراوان برگرفته است. در سال 877 هجری قهرمانان ایرانی مهاجمین بیگانه را منقرض ساخت. بعضی از دانشمندان معتقدند که صفویه از اعقاب پیغمبر اکرم میباشد، ولی مسلم آن است که این دودمان از آغاز سلطنت خود مذهب تشیع را مذهب رسمی ایران قرار داده و از تقویت و رواج آن فروگذار نکردند. شاه عباس کبیر که از سال 965 تا 1007 هجری سلطنت نمود، معروف‌ترین سلاطین خاندان صفوی است. در دوره سلطنت این پادشاه ایران بر رفاه و آسایشی رسید که نظیر آن را در طول چند قرن به خود ندیده بود. پایتخت مجلل او اصفهان در تمام دنیای متمدن شهرت یافت و امروز میتوان آثار همان عظمت را در آن شهر مشاهده کرد. وی صنعتگران ماهر را از داخل و خارج کشور گرد آورد و صنعت قالی‌بافی ایران را توسعه داد. قالی‌های ابریشمی و مخمل زریباف و فلزکاری و سفالکاری و کاشی و مخصوصاً سبک معماری دوره صفویه هنوز نظیر پیدا نکرده است. شاه عباس راه‌های متعدد ساخت و مانند کوروش بزرگ پیش از وی و پدرم پس از وی راهزنی و هرج و مرج را در سراسر کشور ریشه‌کن کرد. وی با مساعدت برادران شرلی انگلیسی اولین ارتش نوین را در ایران تأسیس نمود و در نتیجه بنیاد ملوک الطوایفی را برانداخت. شاه عباس پادشاه مقتدری بود، ولی متاسفانه به خانواده خود حسادت می‌ورزید و نسبت به آنها بیرحمی و قساوت خاصی داشت. نتیجه این حسادت آن بود که فرزندان و اعقاب وی برای زمامداری کشور و نگاهبانی تاج و تخت ایران رشد و تربیت نیافتند. چنانکه در سال 1119 مهاجمین افغانی ایران را مسخر کردند و هرچند دیری نگذشت که از کشور ما رانده شدند، ولی تا مدتی ایران را به یک انحطاط موقت دچار ساختند. در سال 1313 یک سردار ایرانی که از خانواده‌های معمولی بود، بنیاد متزلزل سلسله صفوی را برانداخت و به نام نادرشاه سلسله افشار را تأسیس کرد. نادرشاه که به ناپلئون ایران معروف است، افغان‌ها و ترک‌ها و روس‌ها را از نقاطی که به حیطه تصرف خود آورده بود بیرون راند و دولت مرکزی مقتدری ایجاد و بار دیگر وحدت کشور را تثبیت نمود. وی هندوستان را مسخر ساخت و تا دهلی پیش رفت و مظفرانه به ایران بازگشت. در دوره بعد یعنی دوره زندیه ایران در آرامش و سکون بود تا آنکه در 1172 یک نفر ایرانی از خانواده ترک‌های ناحیه مشرق دریای خزر سلسله قاجار را تأسیس نمود. سلسله قاجار با وجود اینکه تا سال 1304 هجری به دست پدرم منقرض گشت، متوالیاً بر کشور فرمانروایی داشت. یکی از ضعیف‌ترین سلسله‌های ایران به شمار می‌رفت. پادشاهان قاجار در مقابل نفوذ خارجی‌ها که در ایران مقاومت بسیار ضعیفی داشتند و ضعف سیاست آنها موجب شد که خارجی‌ها را به مداخله در امور داخلی کشور تشویق می‌کرد. این سلاطین به روحانیون اجازه دخالت و نفوذ بی‌اندازه در امور کشوری دادند، ولی در مقابل راهزنان و عشایر اظهار ضعف می‌کردند و چند تن از آخرین پادشاهان این سلسله در اثر نداشتن نقشه و هدف سیاسی و اسراف و تبذیر و مخصوصاً علاقه به سفرهای خارج از ایران که هزینه گزاف داشت، کشور را به افلاس کشانیدند و برای تأمین هزینه‌های مصرفانه خود ناچار به استقراض از اجانب گشته و خود را جیره‌خوار و مدیون آنها ساخته بودند. من میل ندارم که نسبت به قاجاری بیش از حد با تندی و حدت اظهار نظر کنم تا وانمود شود که از رفتاری که پدرم نسبت به آنها کرده طرفداری کردم. به اعتقاد من بعضی از سلاطین قاجار اشخاص برجسته‌ای بودند. مثلا آقا محمد خان مؤسس و سرسلسله قاجار سربازی لایق و دلیر بود که هرچند به سفاکی و خوناشامی معروف است، بار دیگر وحدت کشور ایران را تثبیت کرد. ناصرالدین شاه اولین پادشاه کشور ایران بود که به اروپا مسافرت کرده و سفرنامه‌ای نگاشته است که حاوی مطالب جالبی است.
مثلا هنگامی که اولین بار چشمش به لوکوموتیو راهن افتاد، پیش خود تصور کرد اسبی را در جوف آن پنهان داشتند که آن را به حرکت میاندازد. اما همین که از رموز فنی آن آگاه گردید، بدان اشتیاق فراوانی پیدا کرد و بلژیکی‌ها را به کشیدن راهنی به طول 9 کیلومتر میان تهران و شهر ری دعوت نمود و دستور داد زنان دربار با دامن‌هایی که بازیگران بالت می‌پوشیدند ملبس شوند، ولی این سلیقه پسند واقع نشد. چنانچه دیده‌ام، مورخان شرق و غرب اتفاق عقیده دارند که سلسله قاجاری از سلسله‌های برجسته ایران نبوده است، اما نباید از نظر دور داشت که قاجاری اولین سلسله‌ای بود که با رقابت سیاست‌های استعماری روس و انگلیس مواجه گردید، با آنکه انکار نمی‌توان کرد که رضاشاه در مقابل تهدیدات امپریالیستی هوش و مهارت بیشتری نشان داد. همانطور باید اذعان کرد که در دوره طولانی سلطنت قاجاریه که کشورهای اروپا و آمریکا به سرعت مراحل ترقی را می‌پیمودند، ایران آنقدر متوقف مانده بود که پنداشته می‌شد در سیر قهقرایی است. روزی که ایران نیازمند هماهنگی با جهان متمدن و ترقیات علمی و صنعتی آن بود، سلاطین قاجار در وظیفه خویش بسیار قصور کردند. بدانم که مؤسس سلسله کنونی پهلوی است و این نام سلسله پارتاب و اسم قدیم زبان فارسی است، به خوبی متوجه این ضرورت گردید و در حیات اقتصادی و اجتماعی ایران تحول اساسی به وجود آورد. پس از آنکه در سال 1120 شمسی جانشین پدرم شدم، من نیز همان رویه را با تغییرات مهمی که بعداً بدان اشاره خواهم کرد پیروی نمودم. امروز وطن من مظهر اختلاط تمدن شرق و غرب است. روزی که در 330 قبل از میلاد اسکندر تخت جمشید پایتخت مجلل ما را آتش زد، اشخاصی که خرابه‌های روم و تخت جمشید را مشاهده نمودند به عظمت و شکوه تخت جمشید که از روم قدیمی‌تر است اشاره کردند، ولی امروز در کنار همین خرابه‌ها نشانه‌های زنده‌ای از پیشرفت‌های ایران کنونی به چشم می‌خورد. در شیراز، شهر زیبای جنوب مرکزی ایران که در حوالی تخت جمشید واقع شده، میتوان در کنار گلزارهایی پر از سوری و بهارنارنج نشست و از اشعار جاویدان حافظ که 600 سال پیش میزیسته و هنوز شادابی و تراوت خود را از دست نداده، مشام جان را معطر ساخت و در زیر آسمان نیلگون آن از آواز دلنشین بلبل که همیشه مورد علاقه و اشاره شاعرای ما بوده است طربناکی یافت. اما به موازات این مظاهر طبیعت که غذای روح محسوب می شود، در شیراز یکی از بهترین بیمارستان‌های خاورمیانه را بنا نموده و تشکیلات آب تصفیه شده در آنجا تأسیس کردیم. باید بگویم که در انجام این اقدامات مدیون یک نفر خیرخواه ایرانی هستیم که ثروت خویش را در نیویورک به دست آورده و در کشور خویش صرف این خدمات اجتماعی کرده است. همچنین برای شیراز در نظر از دانشگاهی جدید بنا کنیم که معماری آن مطابق ذوق معماری باستانی ما باشد و روش تعلیمی آن از دانشگاه‌های آمریکا اقتباس گردد. در اصفهان، پایتخت باشکوه شاه عباس، هنوز قلعه را به وسیله چهارپایان آرد می‌کنند. مطابق رسم قدیم، چشم‌های چهارپایان را در موقع کار می‌بندند تا در هنگام چرخانیدن آسیا گیج نشوند. در آن شهر می‌توان هنر صنعتگران قدیمی را در نقره‌کاری مشاهده نمود و به کمال معماری عالی میدان بزرگ اصفهان که به میدان شاه معروف است و شاه عباس کبیر در آن به تماشای بازی چوگان می‌پرداخت نظر اعجاب انداخت. امروز در همین شهر کارخانه‌های متعدد ریسمندگی و بافندگی به سبک جدید وجود دارد که به وسیله مهندسین و متخصصین خارجی اداره می‌شود و می‌توان اقداماتی را که برای آبادی و عمران شهر می‌شود مشاهده نمود. در خارج شهر تهران که هنوز قافله‌های شتر دیده می‌شوند که کالاهای گوناگون را از نقاط دوردست به شهر می‌آورند، در شب‌های مهتاب عبور این قوافل و صدای زنگ شترها عالمی بسیار شاعرانه و فرح بخش دارد. هنوز می‌توان در باغ خرم و محصور تهران که پر از انواع گل و میوه است نشست و در کنار جوی‌های آب روان به آهنگ دلنشین مرغ‌ها، روش آبشارها گوش فراداد و به قلل پوشیده از برف البرز که از ماورای درخت‌های چنار دیده می‌شوند نظر انداخت. در همین شهر هم می‌توان در دانشگاه تهران که توسط پدرم بنا شده و فعلا دارای 11,000 دانشجو میباشد، با محصلین پزشکی در برابر پرده تلویزیون قرار گرفت و عملیات جراحی را در بیمارستان دانشگاه از نزدیک مشاهده کرد.
در موقعی که به استقبال آشنایی به فرودگاه عظیم و جدید تهران که طبق مقتضیات عصر هواپیمای جت بین‌المللی ساخته شده می‌روید، از خیابان‌های عریضی که در طول آن مغازه‌ها و نمایشگاه‌های زیبا و جدید وجود دارد می‌گذرید و با بانوانی که عده زیادی از آنها به البسه آخرین مد پاریس و بعضی با چادر ملوث هستند برخورد خواهید کرد. در فصول آینده امید و آرزوی خود را در ایجاد کشوری که عظمت و فرهنگ و تمدن کهنسال خود را با ترقیات عصر امروز درآمیخته باشد شرح خواهم داد. به طوری که قبلا گفتم، ما دارای کهنسال ترین تمدن مداوم جهان هستیم و ملت ما از لحاظ نژاد و زبان با ملل باختر مرتبط است و حتی میتوان بدون اغراق گفت پاره‌ای از اصول تمدن جدید غربی از ایران آغاز شده است. امروز از روی کمال هوشیاری نتایج حاصل از تمدن جدید غرب را اختیار کرده و به گنجینه گرانبهای کشور می‌افزاییم و این امید نامعقولی نیست که به ایجاد یک ترکیب و امتزاج جدیدی از تمدن شرق و غرب توفیق یابیم. ایران تنها از لحاظ جغرافیایی در چهارراه شرق و غرب قرار نگرفته، بلکه عوامل دیگر نیز این موقعیت را برای کشور ما به وجود آورده است.